بفرمایید خواستم. مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی من الوقا مهمانت آخرین درد و دغدغه مولانا عبدالعزیز من به گوش شما جوانان سراوان رسیدم. او جوانان، او بادان، او گواشان گوش کنید که این جوان دل دار چه درد و دغدغه و چه ایمانی این دل دار هستند. آخرین سبحانه سلامان نشنگیده وشتی عبدالغفار با شما نباید برنده ذلت و سرفکندگی قبول بکنه که علمای ما یکی پس از دیگری از تریبون ها کنار کنگ بیایند. وشتی اگر هیچ کس میید عبدالغفار کس میید چه سرباز منو دورم کس میید و این نامردانی ما باید گوشته سربران مروچی انشاءالله من چود این رب امیدوارم که از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا می آید. فریاد که درهای بهشت باز کنید، مهمان خدا سوی خدا می آید. جوانان عزیز، آخری ارزوشه که مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه گمار دو جوان فدایی هم کون میده که لحظه به لحظه شا علمای کرا میدگن ایشانا هم برای من و تو ای جوان پیام کن. پیام این دوی جوان اشه که ای جوانا بر نقش قدم های علما حرکت کنه. اگر علما زنده صدقه شما هم علمای کرا و دارا در آتش عشق رب العالمین